صاحب خانه شدیم و ما پیش از همه منتگارگی و شکرانه خود را به خدای مهربان و به پیشوای ملت و به رئیس شهر برای ما همین خانه را تقدیم کرد. خاطرات جمع همراه فرزندا در این خانه زندگی میکنیم. میگویند که کار را کارفرمانده میکند نه کارگر. کارفرمانده که باشد، کارفرمانده که وقتی فرمون همه کارگر کار را میکند، مثل که مثلا دولت حکومت میفرماید صاحبکارا و مثلا سخاوتمندا را بپرستا معیوبا مثلا کسانی که احتیاجمندند برده کمک خود را میرسانند. آنها هم از بحران اقتصادی مثلا از کمبودی زندگی که میبرویند بسیار یک مینادارگی کلان برای دولت حکومت برای کسانی که در این کار سهم میگذارند. منزل دو حجرگی عبارت از 85 متر مربع برای این اویله نیازمند تحت راهنمایی و سیاست رعیت پرورانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و اقدام‌های سازنده رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه صاحبکاری وطنی رهبر جمعیت دارای مسئولیت محدود سرمنزل محمود جان مرادوف تقدیم کرد. در برابر تامین این اویله احتیاجمند با منزل استقامتی صاحبکار به فرزندان این خاندان سر و لباس نوهای گوناگون بازیچه‌ها و تحفه‌های سال نو خریداری کرد که در عرفه سال نو میلادی 2021 باعث خوشحالی به اندازه این دوسترویکان گردید. منزل نو این اویله دو حجرگی و در بینای خوشتر کوچه حسین زاده 10 کسر یک نایه شاه منصور جایگیر می باشد. حجره ها تعمیر زمانوی داشته با تمام جهاز روزگارداری از قبیل مبل و رخت های خواب، تلویزر و اسباب های معیشی تامین می باشد. رحمت و جناب عالی که هم خیلی دستگیری میکنن آیدهای کمبیزاعت را و از خیرخواهان منتداری میکنن. مبلغی که جمع میکردیم فقط به همون خوابگاه اجاره پولی میدادیم و خوابگاه دولتی نبود، شخصی بود. خیلی خرسند هستم من که اکنون فرزندانم در راه وطن تربیه میکنم. سال نو میلادی 2021 برای سیاحت مرتضی و مادر 4 فرزند نیز از آغازش خوشحالی آورد. زیرا طفیل سیاست یتیم پرورانه پیشوای معظم ملت و دستور و سپارش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با صاحبکاران و افراد توانمند در سمت دستگیری یتیمان و برجاماندگان وکیل مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محمود جان مرادوف با این اویله نیازمند نیز منزل دو حجرگی عبارت از 85 متر مربع سر و لباس گرم زمستانه و دیگر جهاز و وسایل ضروری زندگی تقدیم کرد. قابل ذکر است که رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی ضمن برگزاری اجلاسیه 4 مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت ششم که 25 دکبر سال 2020 دایر شد در برابر تحلیل و بهاگذاری‌های عمیق و دیگر مسائل مبرم وابسته به فعالیت شهرداری و دستگیری و کمک طبقه نیازمند جامعه نیز توجه جدی روانه نمود. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از جمله از تمام صاحبکاران و نفران دارا و ثروتمند دعوت به عمل آوردند که بخصوص در عرفه سال نو میلادی از احوال بیماران و معیوبان دیدن کرده به یتیمان و شخصان احتیاجمند کمک مادی رسانند. دستگیری یافتند و صاحب منزل‌های شخصی استقامتی گردیدن این دو اویله احتیاجمند نیز گواهی برجسته آن است که تشبث و اقدام‌های شهرداری در راه دستگیری یتیمان و معیوبان جانبداری عمیق یافته ایستاده است. به نقل سیاحت مرتضی و شوهرش در پی بیماری از عالم درگذشته و بار زندگی با تربیت 4 فرزند نابالغ و یک هم معیوب بر دوش او ماند. او میگوید باوری به دولت و حکومت مخصوصاً به پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان که توجه خاصی به یتیمان و برجاماندگان ظاهر میکنند. در دل او و فرزندانش همیشه امیدی را برای صاحب سرپناه دائمی شدن بیدار نگاه می‌داشت و حالا که صاحب منزل خودی گشت با شکرگزاری از سیاست انسان دوستانه پیشوای ملت و رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه
با خاطری آسوده پی تربیه جگرگوشه‌ها می‌گردد. نداری بیان میکنم برای رئیس شهر رستم امومالی با صاحبکار نداری میکنم چون فرزند من سیلا خدا باشن و کسا خدا برکت کنه. در رفت سپاریدن منزل‌های نوی استقامتی به این دو عائله نیازمند، وکیل مجلس وکیلان خلق شهری دوشنبه تاکید داشت که محض شیوه مناسبت خاص رهبر دولت محترم امومالی رحمان نسبت به یتیمان و معیوبان و عموماً طبقه احتیاجمند اهالی باعث می شود تا اینکه افراد دارای امکانیت‌های خوب مالی از جمله صاحبکاران وطن دوست و خیرخواه با نشان پیروی از کار و پیکار پیشوای خود به انجام عمل‌های خیر و ثواب کمر همت می‌بندند. در واقع امروزها با اندیشیدن تدبیرهای مؤثر از طرف رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در پایتخت بنیاد بناهای بلندوشانه استقامتی با وسعت ادامه دارد و در صورت صاحب منزل نمودن لااقل یک عائله نیازمند هر کدام در حل مشکلات یک هموطن سهم سرشار خیر و ثواب گذاشته خواهد شد. نیکی و نکوکاری روا دیدن نسبت به نیازمندان و افراد معیوب و برجامانده در همه دور و زمان از خصلت‌های نجیب انسانی دانسته شده. افراد خیرخواه و ثوابجوی همیشه بهر انجام چنین عمل‌های شایان تحسین کوشش‌ها به خرج دادند. طالع بلند مردم تاجیک است که در سیاست امروزه پیشگرفته رهبر عاقل و رعیت‌پرور تاجیکان، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان توجه و غمخواری و پرستاری در حق نفران احتیاجمند و برجامانده جایگاه خاصه دارد. چنین خصلت‌های نجیب انسانی ظاهر نمودن در حق طبقه احتیاجمند از طرف رهبر دولت میان دیگر افراد ثوابجوی و سخاوت پیشه جانبداری یافته، در وجود آنها حس پیروی از این سیاست خلق پرورانه را شعله‌ور می‌گرداند. حاصل چنین سیاست موفق آن است که نفر دستگیری مالی می‌یابد، کسی صاحب شغل می‌گردد و یا عائله از مشقت بیخانگی رهایی یافته و صاحب سرپناه دائمی می‌شود.